کارت‌های کلش رویال چند سالشونه؟ پارت اول. خیلی خب، با قول سلطنتی شروع می‌کنیم که من حس می‌کنم نهایت 53 61 سالشه، به نظرم بهش می‌خوره. کارت بعدی کارت شاهزاده سیاست که چون فقط چش و دماغش معلومه زیاد نمیشه گفت سنش چنده، ولی از همینا معلومه مثلا 23 4 ساله. وای خیلی دور گفتم. خب کارت بعدی کارت شکارچیه که واقعا حس میکنم خیلی سنش زیاده و پیرم باید باشه. من میگم 44 سال. خب این یکی رو یکم نزدیکتر. خب کارت بعدی کارت راهزنه که اینم بهش میاد سنش کم باشه. من میگم 24 سال. 23 سال، یه سال فقط فاصله بشه. خیلی خب کارت آخر کارت جادوگر. این به نظرم مثلا 42 سال با ریشایی که داره. میگم 54 میلیون سال، که البته چون جادوگره خب معلومه دیگه سنش به قیافش نمیخوره. بچه اگه پارت دومش رو میخواین لایک های ویدیو رو به 30 تا لایک